بزنن. چرا؟ توقعاتونو بگن. اگه همینه بسم الله. همه توقع زن و مردین از این مجلس بیرون میرن امشب حس کنن تذکره‌شون امضا شده. پشت دیوار بقیه سراشون رو دیوار بذاره، اونجا مادر کنه، بگن امام رضا امضا کرد برا. اون یکی دیگه شم بگم. حالا که من از قول شما دارم حرف میزنم بگم دیگه. امام رضا توقع دیگه شون اینه، دوست دارن یه روز بین الحرمین صورتاشون رو خاکا کربلا بذارن، نگاه به حرم عباس کنن، دلاشون حال بیاد، رو تل زینبیه دستاشونو مثل زینب رو سرشون بذارن، ای صدا بزن الحسین. جانم امام رضا، امام رضا، امام رضا، آی امام مهربون، سلطان رؤوف، به 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 به، آقا جانم، آقا جانم. دورور پنجره فولاد رفتی؟ دیدی چقدر تناب بستن به لباسشون، به گردنشون، به دستشون، به حلقه های پنجره فولاد. حالا ما چی؟ آقا ما امشب دخیل شماییم، اما چجوری؟ آقا جان به حلقه های ذریعت اهل ذوقا، به حلقه های ذریعت دلم گره خورده، دخیل عشق تو هم من، دخیل عشق تو هم من، در این ریایی نیست کسی به گوش دل من، میان صحنت گفت به با صفایی این آستانه جایی نیست. با یک صفایی، با یه معرفت ها، با یه حالا، یه جورایی بعضی ها میان گفتن بعضی جاها، حالا به گوش شما ممکنه رسیده باشه، اینو من با یک واسطه نقل میکنم. یه پیرمرد ساده با صفا از یکی از این دهات دورور مشهد، از ناحیه پاها و کمر مشکل داره، با عصا راه میره، خیلی نزدیک به فلج حدوداً. میگه من باید برم از امام رضا شفامو بگیرم، خوب عنایت کنید. وارد حرم میشه، نگاه این ور اونور میکنه، به یکی از خدام میگه که آقا خادم حرمی؟ یه بله آقا جون چیکار داری؟ میگه میشه به من بگی امام رضا کجاست؟ من به خودش کار دارم. تو رو به قرآن خوب گوش بده، روزم هم همین باشه کافیه. خادم نگاه میکنه، این کیه سر صبحی؟ چی میگی آقا؟ آقا من به خود آقا کار دارم، میخوام ببینمش. ببین با این وضع از کجا؟ فکر میکنه مثلا داره شوخی میکنه، اینم شوخی میکنه. میگه پدرم اون گلدسته ها رو میبینی؟ اگه درش باز باشه باید از پلاش بری بالا. آقا اون بالا بالاست. الله اکبر. یه نگاه به این گلدسته ها میکنه با عصاهای زیر بغل، میگه خیلی ممنون. آروم آروم میاد، در گلدسته بازه، در و نیم باز میکنه، وارد میشه. های مردم، پاشو میذاره رو پله اول، یه دفعه میبینه کسی از بالا میگه حسین آقا صبر کن خودم دارم میام. های 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 های
به قرآن یه دل صاف فقط میخواد امام رضا بیاد همین تو مجلس امشب بشینه. حسین آقا صبر کن، من خودم دارم میام، تو با این پاهات اذیت میشی، صبر کن. های 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 چیه؟ صدا نالت در اومد. کار داری به امام رضا امشب؟ میگه همون رو پله اول نشستم، طولی نکشید دیدم یه آقای خوشگل نورانی با صفا اومد پایین. سلام کردم، جواب منو دادن چیکار داری؟ گفتم آقا من اومدم شفامو ازتون بگیرم. یا آقا من فرمودن خب بده من این عصاهاتو، بده من عصاهاتو بزن اینجا، برو خوب شدی برو. به 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 چه خبره امشب؟ هنوز که روزه نخوندم، دنبال بهانه میگردی امشب داد بزنیم؟ آی امام رضا گفت در رو باز کردم اومدم، با خودش میگه برم از این خادمه تشکر کنم. پیدا میکنه خادمه رو. آقا بله آقا خیلی ممنون، دست درد نکنه، من آقا رو دیدم. چی میگی تو؟ نگاه میکنه میبینه عصا. تو الان عصا نداشتی؟ چرا؟ من همونم. تو گفتی آقا اونجاست، من هنون نرفته، آقا خودش اومد پایین، عصامو ازم گرفت، شفام داد، اومدم حالا اومدم از تو تشکر کنم. یا زهرا یه دفعه خادمه میفته به پاش، تو رو خدا منو ببر. رو میکنه سمت زری، آقا من قصدی نداشتم منو ببخشی. امشب سر و کارت با یه همچین